هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. شب گذشته یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورن و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتی هم برشان وارد کردند. حدودا معلومات ما است تا 25 پوسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده بود. بر صورت بازم به مداخله کشورهای دوست من کشورهای اسلامی خصوصا کشور قطر ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلم ها زیاد شه، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع دومی که آنها بازم تهدید عملات میکنن، امارات اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از دفاع از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به ما به امارات اسلامی به میراث مانده، یعنی در زمان امارات اسلامی اینجا نامده بودند. از سالهایی که او طرف در وزیرستان ها به اساس پالیسی های نادرست همین حلقات خاص در فوج پاکستان مردم دست به شورش زدن و بعض عملیات ها اجرا شد، مردم مجبور شدن کوچکشی کردن به افغانستان آمدن. او مردم در اینجا بود و باش دارن، ولی ما تمام تلاش خود کردیم که آنها کنترل باشند، آنها دست به اسلحه نزنن، نداشته باشند و یک جای آرام زندگی کنند، ولی او به میراث به امارات اسلامی مانده. این تو نشده که امارات اسلامی آنها را دعوت کرده باشد و یا از آنها حمایت کرده باشد. آنها مردم عادی و عام بودند که او زیر فشار قرار گرفته بودند و اینجا آمدند. به صورت باز ما میگیم اگر پاکستان به پالیسی های خود تغییرات مهمی در بخش افغانستان نبیاره، به خصوص حلقه خاص را کنترل نکنند، طبیعی است که نتایج ناگوار خواهد داشت.